ریدم تو جزیره. دانیال، فکر میکنی که واقعا از صمیم کونت به این حرفو بزن؟ فکر میکنی که بتونی الهه هر جوری ارضا کنی که زمین گاز بگیره؟ الهه میدانم من رو روی گلای قالی پرپر و میکنم. فکر میکنی که میشه با تمام مشکلاتی که با هم داری تو رابطه اینجور چیزا بتونی بازم بکنی الهه رو؟ الهه اصلا خودش میدانه که من اصلا روز اولم بهش گفتم که تو اگر انقدی من تو رو انقدر میکنم، مثلا کنده کاری کار منه و اینکه اصلا واسه این کار زاده شدم و بهش هزاران بار توضیح دادم، ولی متاسفانه مشکلش اینه که قبول نمیکنه اشتباهی که کرده و منم او را بد میکنم، نمیتونم تحمل کنم. میگم کنکش، آخه تو مثلا با دختر خاله من چه کار داری؟ هی فوش میده به او، کتشه میگم من زمانی خواسته او رو عقل کنم که دیگه گذشته و الان نظرم بیشتر رو الهه و دوست دارم که یه رابطه طولانی مدت و با فشارتری با او بسازم و زندگی خود را کامل کنیم. دیگر از شنبه بچه دار بشیم و تا جمعه که 7 تا بچه فکر میکنم برای ما کافی باشه دیگر.